درود. نیاز به کمکتون دارم. خواهشاً این ویدیو کوتاه تا انتها ببینید. قراره که از نیمه دوم مهر ماه کلاس‌های خصوصی و نیمه خصوصی ما به صورت حضوری و آنلاین شروع کنم. پس حس کردم و نیاز دونستم توی یک ویدیو به سوالاتی که ممکنه برای یک هنرجو پیش بیاد پاسخ بدم تا بتونه اون هنرجو انتخاب درستی برای یادگیری داشته باشه. خب این قسمتیه که شما میتونید لطف بزرگی در حق من بکنید و اونم اینه که در هر صورت چه قصد شرکت در کلاس رو دارید و چه ندارید، سوالاتی رو از من بپرسید که ممکنه یک هنرجو برای شروع یک دوره داشته باشه تا من بتونم تمام مطالب رو توی یک ویدیو به صورت کامل بگنجونم. ممنون میشم همکاری کنید. در این حد واقعی میگم که برای کسایی که کمکم میکنن یک جلسه آنلاین رو در نظر گرفتم. موفق باشید. بازم ممنون که